صحبت از بی‌طرفی کردین. خیلی از بیننده‌ها یه مقداری بی‌طرفی ما رو زیر سوال بردن و بیشترشون نظرشون اینه که در برنامه هامون از کسانی که به عنوان شرکت میکنن در بحث‌های تحلیلیمون یا غیره، بیشتر ما از طرفداران اصلاح طلبها در ایران استفاده میکنیم، از مثلا افراد سکولاری که اصولا دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن خیلی کم استفاده میکنیم، یا حتی از کسانی که از نظریات حکومتی دفاع میکنن کم استفاده میکنیم. چرا اینطوره؟ اینطور اصلا قبول دارین که اینطوره؟ من خودم حس میکنم که این دیدگاه تا حدی درسته. مشکل ما با حکومت ایران اینه که حکومت ایران علی‌رغم که قبل از تأسیس تلویزیون فارسی تلاش‌های بسیار زیادی شد که دفتری در ایران تأسیس بشه، من خودم همراه با مدیران ارشد BBC با مقامات ایران صحبت کردم در دولت آقای احمدی نژاد، ولی نهایتا اونها تصمیم گرفتن که به BBC دفتر ندن و بعدش هم خب حالت خصومت گرفتن و بنابراین با ما صحبت نمی‌کنن. و واقعا یکی از کمبودهای بزرگ در BBC فارسی به نظر من اینه که ما نمیتونیم نظرات دولت ایران منعکس بکنیم. ما طبق منشور BBC موظفیم همه نظرات منعکس بکنیم. خب اونا تصمیم گرفتن با ما صحبت نکنن، ولی من میدونم شما و همکاران دیگر من سعی میکنیم به انواع و اقسام مختلف نظرات دولت ایران رو در برنامه ما داشته باشیم. این از اونها. در مورد نظرات دیگری که میگن، ببینید در مورد حالا به اصطلاح میگن اصلاح طلبان، یا شاید بتونیم بگیم کسانی که با اعتدال صحبت میکنن، میانه هستن، من فکر کنم نظر اونها در BBC بیشتر هست. یه مقدار زیادی که شاید من فکر میکنم تعدادشون بیشتره. ما اغلب با دانشگاهی‌ها صحبت میکنیم که اغلب دانشگاهی‌ها اعتدال رعایت میکنن، در صحبتشون توضیح میدن تا اینکه به اصطلاح موضع‌گیری بکنن. یا با روزنامه‌نگاران صحبت میکنیم، اونها هم همه رو میخوان واقعیت‌ها رو بگن. بنابراین این تصور پیش میاد که ما فقط دنبال اصلاح طلبان میریم. این همچین چیزی به نظر من ما دنبالشون نمیریم. اکثریت کسانی که ما با اونها صحبت میکنیم چون با اعتدال و میانه روی صحبت میکنن، این تصور پیش میاد.